مرد که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هست، یک بریدن نان خاک باشد و آبی ورزاب به افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفت ناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. ما مردم را در دوام قریب 30 سال گرسنه نگذاشتیم. چی زودتر جشن بگیم که عید سعید فطر رو قربان بیاد و نرخ ورداران درآمدی بیشتر گیرند. اینا احسن به مردم قهرمان چین که یافتند، توانستند، تشکیل کردند، صدی راه این بیماری را گرفته ایستادند. میخوام تاکید نمایم که مردم ما نباید به تهلکه افتاده به سخن شخصان واهمه‌چی و هنگام طلب باور کنند، بلکه با معلوماتی که از طرف مقامات رسمی دولتی هر روز از طریق واسطه‌های اخبار عامه از جمله شبکه‌های تلویزیون و رادیو پیشنهاد می‌گردد تکیه نمایند. مردم ما روزهای از این هم سخت و وزین را از سر گذراندند. مثلا سالهای جنگ شهروندی، یعنی سالهای 92-93، ساکنان ناحیه فرخان و میر سعید علی حمدانی سابق ولایت کولاب که از جانب مخالفین برابری حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت اسلام در محاصره آذوقه یعنی اقتصادی قرار داشتند، از ناعلاجی به استعمال هر گونه گیاها و مواد آذوقه پس‌صفت مجبور شدند و به بیماری گلاتراب گرفتار گردیده هزارها نفر آنها تلف یافتند. یعنی حتی کنجاره را خوردن نیافتند. این نان نبود. سبب گرفتار کسل شدن هم همین کار حتی به جای رسیده بود که ما از کشورهای همسایه بیمارخانه های صحرایی آورده بیماران را در آنها جای کردیم و به طبابت فرا گرفتیم. یعنی در دو ناحیه نه مکتب، حتی باشگاه های صحرایی پر بودند. بعدا ما از همسایه از روسیه ازبکستان دعوت کرده هاسپیتال های صحرایی در مردم را جا کرد. مردم ما باید در خاطر داشته باشند که دولت و حکومت مملکت برای هر گونه حالتهای احتمالی ذخیره کافی مواد آذوقه را دارد و نمیگذارد که اهالی کشور به آذوقه و دارواری ماند. من چندین سال باز تاکید میکنم به مردم که ذخیره حتمی مواد غذایی 2 ساله را داشته باشید. من در نظر دارم مخصوصا در دیهات هست نمادهای مواد غذایی که 2 سال نگاه داشته می شود. حتی در شهر لوبیاگی ها را در بانک ها مانده 2 سال زیاد می ایستد در جای خشک. در وقت ضروری استفاده می برید و کشتی تکراری برای چی؟ مواد غذایی خود را تامین کنیم. شده ایستاده است. غیر این صدها هزار تانه ما مواد غذایی بس خارجیت صادرات کرده ایستاده. تامین امنیت جامعه و آسایش شهروندان با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها وظیفه اولین درجه دولت میباشد. ما مردم را در دوام قریب 30 سال گرسنه نگذاشتیم، نخواد که در شرایط آسایشته به گرسنگی و اذیت کشیدن خلقمان را دهیم. بنابراین به تمام مردم شریف تاجیکستان از جمله شما حاضرین گرامی مراجعت میکنم که به جای باور کردن به هر گونه شخصان هنگام طلب و خریداری مقدار زیادی محصولات خوراکی و قاعده های بهداشت شخصی، تازگی و آزاد نگاه داشتن منزل زیست، جای کار و محل استقامت خود اعتبار جدی دهند. یعنی گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کردن. چرا آوازه دروازه ایوان میکنید؟ برای چی تیز باور میکنیم؟ زود باور هستیم. ساده نه، زود باور میکنیم. به هنگام به افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفت ناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. سالی بود که در شهر دوشنبه در یک شبانه روز 280 تن نان میپختیم، مردم را نمیرسید. در یکی از سفرها من بودم، معلومات دادن که در شهر دوشنبه 80 تن آرد مانده است. چیکار کنیم؟ من تمام این دولت آن دولت را پرسیده وای کردم، کسی کمک نکرد. 1 تن طلا داشتیم، من طلا را به آرد عوض کرده همون شبانه تشکیل کردم، با واسطه طیاره ها به دوشنبه آرد آوردم که مردم گرسنه نمانند.
کارا هنگامه‌جویان همون طایفه مردمی هست که نه مسلمانیشون معلوم است نه دنیویتشون در جهان اسلام در وقت عید و جشن‌ها، عید سعیدی رمضان و عید قربان تمام نمود محصولات ها را تا 40% ارزان میکنند که بیشتر ثواب گیرند، ثواب بیشتر گیرند. و در ما برعکس تاجرها و یای ما خدا میگه که هر چی زودتر جشن بگیم که عید سعید فطر و قربان بیاد و نرخ ورداران درآمدی بیشتر گیرند. اینا مسلمانی یعنی مقالی همون گرس شوزد و دیگ جوشد. همه گونه بیماری های سیراتی در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بهداشتی و تازگی پهن می شود. پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خودش است. بعد اون مریض دیگر که گذشت بعد دکتر را مراجعت میکنیم دیگر میکنیم و هر شخصی که خودش را نگاه میکند، عائله خودش را تازه آزاده نگاه میکند، با یگان کسل گرفتار نمیشه. عصب آرام باشد در عائله، زیدگی خوب باشد، یک بریده نان خاک باشد و آبی ورزاب و صحت سالم باشد. کدام مریض را، کدام شخصی که دم مرگ است پولش رهانده است، ماشین قیمتش رهانده است. چرا؟ مرد که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هستی، صاحب کار هستی، میبرد دیگر. برای همین تکرار به تکرار میگویم شما من از همتان از عائله دست و پنجه شستن. بعد نگاه میکنم تلویزیون قطعاتانشان خیلی سالایی که بود مادرای ما کردن، خمیر کردن، دست و پنجه شان خیلی میشوشن چی که بود. لیکن زمانه دیگر است که حالی هست چیزهای دستپوشی یک کرته پوشیده ماسی خمیر میکنیم، سمانک میکنیم، میپزیم و میکنیم. گرفته احتیاط کردن در کار، حتی نمیشان میتیم در جایی که نمایش ها است خوراکا را نگاه کردن و که تیار کردن مذاکر که احتیاط کنیم که به دیگران ضرر یا کسل اینفکسیونی پهن نکنیم. این از خود ما وابستگی دارد و دولت تمامی چاره ها را میبیند که تامین امنیت ملت و دولت خود را، سلامتی آن را نگاه دارد. تمامی تدبیرات، نه اینکه یک بستن مکتب یا اینکه دیگر. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستن. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب‌ها را چهارمینه‌های بین المللی را قطع کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندان. ما در یک جایی اگر آنچه که من امروز گفته ایستادم طبیبان متخصصان گام میزنن رعایت کنیم، در عائله از عائله سر میشود، از خانه و در کاشانه، از شهرک، از محل زیست تازه و آزاده باشد، یگان اینفکسیون نزدیک ما و شما نمیشه. ما مردم تاجیک زیبا و پرستیم. نوروز زیبایی پرستی را طلب میکنند. اصلش زیبایی پرستی است، تازگی است، آزادگی را میپرستند. تاکید میسازم که بجای آراستن دسترخوان پردبدبه و نمایشگرانه و گذراندن معرکه‌های زیادتی به تعمیر و تجدید خانه کاشانه و مهیا کردن شرایط زمانوی زندگی اعتبار دادن ضرور است. همچنین میخواهم توجه مادران و بانوان محترم بار دیگر با مسئله رعایت رسم و آیین‌های ملی از جمله طرز لباسپوشی خصوصا در ناحیه‌های اطراف پایتخت مملکت جلب نمایند. تقلید به لباسپوشی بیگانه یعنی بیگانه پرستی نشانه واضحی بی‌فرهنگی و بی‌معرفتی و گذشته از این جهالت است و عاقبتی خوب ندارد. با سن سال نگاه کرده بایست وقتی کلان سال شد چقدر زیبنده است. مادران ما اگر سن سالش هم رفته باشد یا داکر رومالی سفید کند چقدر با آژنگ های ویش را چقدر زیبا میکنند، نور میبخشه است. چرا ما به بیگانه بررسی میکنیم؟ من نمیفهمم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، مسائل در رویه انسان دوستی، افتخار وطنداری و احترام ارزش‌های فرهنگی ملی و اون بشری، تربیت کردن فرزندان و حمایت حقوق و منفعت‌های آنها را تنظیم می‌نماید.
در برابر این که پدر و مادر در مسئله تعلیم و تربیت فرزند مسئولیت دارند، فرزندان نیز مسئولند که عزت و احترام پدر و مادر را بجا آورند و آنها را هنگام کلانساری و پیری نگاهبانی کنند. ما این مسئله را در کنستیتوسیا و دیگر قانون‌ها پیش بینی کرده ایم، چونکه نه همه فرزندان در وقتی سن سال کمالات پدر و مادر عموما سالش قطعی خبر نمیگیرند. پدر و مادر این کمالات جوانیش دبی نگفت، خب اروپا نگفت، امریکا نگفت، تولد کرد، گفت، شکمش نخورد، تنش نپوشید، فرزند گفته عمرش دور کرد، نخواد. فرزند برای چیه؟ فرزند وظیفه‌اش است. برای قانون ده آن فرزندانی که پدر و مادر خود را نگاه بین نمی کنند در نزد قانون جا میگن. زیرا پدر و مادر طوری که گفته شد تمام امکانیت های خود را با فرزند خود از لحظه تولد تا به کامل رسیدن او صرف میکنند. از این نیاز فرزندان نیز وظیفه‌دار و عهده‌دارند که به والدین خود غمخواری کنند. در شرایط کنونی ما باید به تربیت فرزندان بیشتر دقت دهیم، آنها را به دانش اندوزی و از خود کردن کسب هنر سفربر سازیم و فعالیت هر روزه‌شان را زیر نظارت قرار دهیم. ما باید تمام چاره ها را اندیشیم که در 5 سال آینده هر یک شخص و در نوبت اول جوانان صاحب کسب و هنر گردند. زنان و بانوان ارجمند ما و تمام ساکنان مملکت، خصوصا امروزها که جشن نوروز سال نو اجدادی ما نزدیک شده ایستاده است، باید به مسئله تازه و آزاده و آباد و زیبا کردن منزل زیست و محل استقامت خود اعتبار اولین درجه دهند. زیرا مردم باستانی ما هر گونه جشن و معرکه را با خانه آباد و روحیه بالیده برگزار میکنند. مادران عزیز و بانوان محترم، باعث افتخار است که زنان و دختران هنرمند تاجیک غیر از کار و فعالیت پرثمر در ساحه‌های مختلف کشور در آزمون‌های منطقوی و بین‌المللی نیز اشتراک کرده صاحب جایزه و جایهای افتخاری گردیده ایستاده‌اند. محصول ایجاد بانوان هنرمند و چیوران و زرگران تاجیک نیز در یک چند نمایشگاه سطحی منطقوی جهانی گذاشته شده مهارت و استعداد زنان و بانوان ماهر ما بهای بلند گرفت. در حقیقت زنان و بانوان تاجیک با صبر و تحمل، عفت و پارسایی، مهر و صداقت و گذشته از این با کار و پیکار سازنده و زحمت صافدلانه نام زن مادر را محبوبی قلب‌ها گردانیده. طوری که علامه اقبال میگوید زن چراغ پرنور خانواده، بی زن خانه تاریک است. مرکز مهر، نماینده عشق، پاکی، نمونه محبت و دوستی و چشمه بخشش است. ما پدر داشتیم، مادر داشتیم، برادر داشتیم، نیستن. چیکار کنیم؟ چیکار بکنیم که جا خالی است؟ پیش از مرگش مادرم همراه هم بود. یک سوالش دادم: بچه جان، برای چی در خردسالی در طبق اول شیری تصفانه میریختین و مسکه میانداختین، باز یک چینی دوغ دیگر میانداختین؟ این چی معنا داشت؟ بعد خندیدن. گفتم پسرم حاضرم همین را نفهمیدی سیرش؟ گفتم نه. اگر همه شیره که شما را میدادم همراه برادر و خواهر و پدرتان، چی را من جروات میکردم، مسکه میکردم، روغن میکردم؟ مثلا روغن کم بود؟ نبود. خب مهمان ما قبول میکردم،
تحمل میکردم، فطیر مسکن میکردم. چخیر من از شکم شما کم کم میدوزیدم، صرفه میکردم، وای میکردم. با همسایه یک کس میومد، گوش کم بود، چاروا کم بود، نبود، همه نداشت، این مثل حاضر نبود. حالی گوشت میبین فراوان چقدر میبین. من رئیس جمهور بودم. وقتی پهلوی مادرم میشتم، سخنایی که میکردم، لحظه های زندگی را به یاد میآوردیم. تمامی خستگی کارم، آرامی عصبم من در نزد مادر میدیدم. در صحبتی او مادراتون دوست دارید، پدراتون دوست دارید، عزت و احترام کنید. بعد ساعتش میرسد که دیگر نمیابین، افسوس میکنین، دیگر سود ندارد. در زندگیشان طبابتشان کنید، خدمتشان را بجا بیارید. از این دنیا ناامید نمیروند، در سیر میشوند. با مقصدش وقتی پدر و مادر باید همون میروند. ما شما سرماده ها نمیگیریم، کردیم خدمت. فرزندان ما شما با ما شما خدمت میکنند. هیچگاه از خود رفتن در کار نیست. شاه است، امیر است، پیغمبر است، عالم است، ملاح است، اشان است، شاعر است، نویسنده است، کسی نباشد صرف نظر از منصب از زیر دامان پاک مادر به دنیا آمده است. اگر مادر نمی بود، نه پیغمبر بود، نه پرزیدنت بود، نه امیر بود، نه شاه بود، نه ما و شما. ما به هنر و استعداد، کوشش و غیرت، قابلیت تشکیلاتچی و مهارت کاردانی مادران و بانوان عزیزمان تحسین خوانده باور داریم که آنها در آینده نیست در تطبیق سیاست دولت و حکومت کشور پیشرفت جامعه و آبادی وطن محبوبمان نقش شایسته خود را میگذارند. در آخر بار دیگر همه شما مادران مونس و غمخوار، بانوان خوشبخت و سربلند و دختران با غیرت و وطن دوست را به مناسبت روز مادر صمیمانه تبریک گفته و هر یکی شما پیش از همه سلامتی، عمر درازی با برکت، روزگاری آباد، خوشبختی و اقبال نیک آرزو می نمایم. روز مادر مبارک مادران و بانوان عزیز.